خب میخوام الان در مورد انرژی براتون صحبت کنم که خیلی مهمه و من اصلا نمیخواستم بیام برای شما لایو بذارم، چون جهان هستی که بوره لایو من اومدم یه لایو کوتاهی سره میخوام مسائل رو بگم بهتون. حالا لایو اومدم اینا رو میخوام بهتون بگم. انرژی از متفقی به اتفاق و از اتفاق به متفق حرکت میکنه و تمام چیزهایی که شما داری میبینی با انرژی کار میکنه. تمام حیوانات، تمام گیاهان و هر چیزی که خداوند خلق کرده با انرژی کار میکنه. پس اینجا متوجه شدی که بحث انرژیه و تبادل انرژیه. جنگا بین کیه؟ بین نور و سیاهیه، در ابعاد بالاتر ها، نه در فیزیکی. ببین در فیزیکی جنگایی که تو میبینی خب به شکل فیزیکیه و اکثریتش و اینجوری تو داری میبینی مثلا یه نفر داره میاد مثلا یه نفر دیگر میکشه، اینا فیزیکیه. ولی در تمام ابعاد بالاتر جنگ انرژیتیکیه، یعنی درگیری فیزیکی نیست و به شکل انرژیتیکی و هر کی که قدرتش بیشتر باشه اون دستش میاد و اون انرژی مال اونه و اون زمین مال اونه. پس این جنگ ها خب در ابعاد بالاتری از آگاهی که تو حتی به چشمت هم نمیبینی، که من در مورد کوانتوم دارم صحبت میکنم، اونجا اتفاق میفته. بعد توی بود فیزیکی به شکل فیزیکیشو میبینی که مثلا یه سریا لایت ورکرن، یه سریا بلک ورکرن و اونا سربازا و کارگرای اون سیاهی هن و اینا لایت ورکران که جز نوریانن و سربازان نور هستن. بین اینا جنگ در میگیره و هر کی که قدرتش بیشتر باشه دست اونه. اینا با هم جنگیدن در ابعاد بالاتر و قدرت الان دست کی افتاده؟ دست نوره. و تمام این حیوانا و این گربه‌هایی که تو داری میبینی اینا سربازای نور هستن که از ابعاد بالاتری اومدن اینجا و به انسان‌ها دارن کمک میکنن. و کشور ما یکی از پرجمعیت ترین گربه ها توی جهانه و اکثریت گربه ها توی ایران هستن و ایران بهترین کشور جهانه، البته اگه مردمش با شعور و آگاه بشن. و بهتون این چی بگم، اختیار بدم که ایران آینده خیلی بی‌نظیری داره و من دارم میبینم که این جماعت گمراه از بین میرن و از این بود خارج میشن و یه سری جماعت جدید و آگاه وارد زمین میشن که قدرت دست ایناست و اینا زمین رو اداره میکنن و ایران میشه جای بهشت و همه در ثروت سلامتی زندگی میکنن و آرامش هستش و یکی از بهترین کشورهای جهان میشه که حتی اسمشو تو کل کشورها میبرن، میگن آقا ایران فلانه، عجب جای محشریه، چه فلان شده، چه مردمای باشعوری دارن، چه آدمای محشری دارن. اینو خودت به چشم میبینی. من الان بهت گفتم تو حالا به شکل فیزیکیشو ببین. من در ابعاد بالاتر دیدم من این قضیه رو که اتفاق افتاده و ایران نابود شده و یه ایران جدیدی تولید میشه از انسانهای آگاه و باشعوری که وجودشو دارن که در کنار این حیوانات زندگی کنن و زندگانی رو در تمام ابعاد گسترش بدن و نه تنها در اینجا بلکه در کل این سیارات. این موجودات که از ابعاد دیگه اومدن و روی زمین زندگی میکنن، تو باید باهاشون مهربان باشی و با شعور و با معرفت باشی، چون اینجا کسایی که بی معرفت هستن درگیر ذهن و این داستان هست که اصلا نمیخوام واردش بشم. پس بود فیزیک ما کار نداریم، ما داریم میگیم آقا بود یگانگی. پس انرژی تغییر میکنه، یعنی انرژی چیز ثابت نیست، به هر شکلی میتونه در بیاد، چون اون انرژیه همون خود اون خداونده است و اون خداونده به هر شکلی که بخواد در میاد. و نور خیلی قدرتش زیاده و تمام رنگ ها تو رنگ سفیده و رنگ لباس منی که الان پوشیدم و دارم در موردش براتون صحبت میکنم. پس انرژی خیلی مهمه. انرژی در تمام ابعاد هستش و همه چیزی که تو داری میبینی
و هر چیزی که خلق شده و هر چیزی که تو نمیبینی و هر چیزی که تو میبینی همش از انرژیه و تو از انرژی به وجود اومدی و همه اینا سیر تکاملیه و شما از مادر زمین به وجود اومدی و دوباره به مادر زمین هم برگردونده میشی و این چرخه انرژیتیکیه که میچرخه. حیواناتی که اون زیر هستن حالا کرم سوس که اونا میخورن و تو دوباره برمیگردی رو چرخه. چیزی از بین نمیره، از یه طریقی به یه طریق دیگه چی میشه؟ میچرخه و از یه طریق به یه طریق دیگه مورد استفاده قرار میگیره و میشه این چیزی که تو هستی. وگرنه تو چیز خاصی نیستی، تو یه جسم هستی، اصل تو اون انرژی هست که توی بدنت داره میچرخه و تو اون انرژی هستی، تو اون نوره هستی. باید اینو متوجه شی آقا من نورم، من خود شعورم، من خود برترم، من خود آگاهیم و من خود خردم. پس وقتی میگی آقا من خود خردم، من همه چیزم، پس همه چیزو با خودت یکی میدونی. حیوانات، پرندهان، گیاهان، تمام درختان و در تمام ابعاد و نه تنها اینجا بی نهایت موجودات اون بالان و توی یه بعد دیگه‌ای دارن زندگی میکنن و فقط ما اینجا نیستیم. پس خودخواه نباشید، به حیواناتتون عشق ببرزید، اینا خیلی مهمن، مخصوصا گربه ها که خیلی خیلی مهمن. اگه میبینی داری میگی چرا اون کارو میکنی، چرا این کارو میکنی، تو اون حیوانو به بردگی گرفتی و اصلا با این کار گند میزنی به همه چی میره. پس حیوان نیار داخل خونه تا وقتی که بلد باشی چجوری ازش مراقبت کنی و محافظته و مراقبته. تو باید با اینا با مهربانی رفتار کنی، وگرنه اگه بخوای بگی به اون حیوان چیکار کن، نرو اونجا این کار نکن، تو با اون حیوان به بردگی گرفتی و داستان برای خودت هم به وجود میاد، چون هر چی کنی به خود کنی. حیوانات خیلی مهمن. حیوانات شعورشون از خیلی از انسان‌هایی که اینجا دارن زندگی میکنن که اصلا انسان چیه، آدم هم نگو، یه جونورای دیگه خیلی شعورشون بیشتره و اینا میدونن که دارن چی کار میکنن. تو اومدی تو کار این حیوانات داری دخالت میکنی، میگی آقا تو فلانی، تو چرا رفتی اونجا زیر میز، تو چرا مثلا چنگ زدی، به تو چه؟ دوست داره آقا میخواد اصلا چنگ بزنه، چی کارش دادی؟ مثلا دلبر چند روز همین امروز چنگش خورد، قصی نیستا، میشه این اتفاق. پای من پوستش کنده شده، خورده خون اومد، ولی من نمایدم دعوا کنم میگم خدا من برای چی این کارو کردی، برای چی فلان کردی، من چیم؟ هیچی نیستم. از گوه زیادی نباید بخورم، از زر زیادی هم نباید بزنم و من ولش میکنم هر جا میده هر کاری میکنه، کاری بهش ندارم، چون اون کار درستشو داره انجام میده و نه غلطی وجود داره و نه درست. اینجا انرژی کار میکنه، باید بلد باشی چجوری با انرژی کار کنی. انرژی میدی انرژی میگیری، انرژی میدی انرژی میگیری. مثل این که من چند روز پیش 5 تومن به یه نفر دادم، 115,000 تومن برای من اومد. 5,000 تومن دادم به یه نفر، اصلا یه کسی، یه جونوری، یه موجود دیگه ای بود اصلا. خب اومده بود که اصلا اینو از من بگیره، من از خرید کردم اومدم و اینو من باید به اون میدادم، ولی جهان هستی چندین برابرش رو به من داد. چرا؟ چون من تبادل انرژی رو برقرار کردم، انرژی رو دادم، انرژی رو گرفتم. اگه من اونو نمیدادم چیزی نمیگرفتم و من الان تو حالت بدبستونم، میدم میگیرم. برای همین جهان هستی با من حال میکنه، به من حال میده و با من مشتی و با معرفت یه جورایی صحبت میکنه و میگه آقا تو هر کاری که دوست داری برو بکن. ولی من خودم میگم آقا من نمیخوام کاری بکنم، من میخوام تو همه کارا رو انجام بدی، وگرنه من کسی نیستم. وقتی همه کار تو هستی، خودت هر کاری و هر جایی که دوست داری منو با خودت ببر و خودش همه چیزو برای من میبره و همه چیزو برای من میاره
و من اصلا دنبال چیزی نمیرم، من دارم زندگی رو میکنم. میبینی زندگی رو من عشق و حال دارم میکنم، سر حال هستم، شاد هستم، فرکانسم خیلی بالاست و اینجا حیوانات و پرندگانی اینجا هستن و من اینجا توی خونه باغ و وحش را انداختم و کسی هم نمیتونه به من بگه آقا چرا اینجا باغ و وحش انداختی، یا مثلا صدای گربه پرنده میاد. هیچکی زر زیادی نمیتونه بزنه چون اینا اون ور قضیه هست و هنوز یارو درگیر ذهنشه، هنوز خودشو نمیبینه. بعد به بقیه میگه آقا چیکار کنید؟ آهنگتون رو زیاد نکنید، آهنگتون زیاد کن، به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره. همساده زر زیادی نمیتونه بزنه چون همساده یه قانونی داره. آقا میگه من میخوام زیاد کنم، اصلا میخوام خونه رو بذارم رو سرم، میرقصم، بعد صدا رو کم میکنم و هیچ کسی هیچی به من نمیگه. بعد نگاه کن جهان هستی هم خونه بغل همسادم خالی کرده، هم همساده این برای پشتم هم خالی کرده و کسی اصلا اینجا نیست. حالا الان تازه یه سری اومدن این برم، حالا میخوان بیان ولی بازم نمیتونن حرفی به من بزنن چون من انرژیم در یه حدیه و قدرتی دارم که کسی به من نمیتونه بگه آقا چیکار کن، چون من درگیر ذهنم نیستم، من در لحظه حال حضور دارم و من با انرژی کار میکنم و جهان هستی به من میگه آقا تحت حفاظت کامل منی، برو لایو، برو فوش خار مادرم بکشی، هیچ اشکالی نداره چون نه درستی وجود داره نه غلطی. خب پس متوجه شدی که من اصلا چرا برای چی دارم فوش میدم؟ به همین شکله و این تلنگریه و اگه من همش بخوام مهربون صحبت کنم، اینجوری صحبت کنم، همینی که هست. خوشت نمیاد اصلا این پیج خارج شو چون به درد من نمیخوری، برو جای دیگه، روزی تو جای دیگه میده. اونی که روزی رسونه روزی همه رو میده. بس تو چی کاره ای که اومدی اینجا میگه آقا چیکار کن؟ روزی اون خودش میده و بازی به همین شکله. بچه‌ها من گفتم همه رو، حالا اگه سوالی داری کامنت ها رو باز میکنم بپرسید، در خدمتتون هستم در مورد همین مسئله‌ای که الان گفتم، در مورد انرژی و تمام ابعاد، یعنی بعد یگانگی، بعدی که الان من خودم توش هستم و من اصلا روی زمین زندگی نمی کنم، من با این انسان ها زندگی نمی کنم. اینا یه جونورای دیگه ای هن، دارم برای خودشون زندگی می کنم، منم زندگی خودم رو دارم توی بعد دیگه ای دارم زندگی می کنم. درست جسمم تو بعد فیزیکیه ولی اون انرژی من تو بعدای بالاتره، یعنی از بعد فیزیکی من خیلی وقته و چندین ساله که خودم رو خارج کردم و کلا از این سیستم ماتریکس من خودم رو خارج کردم و الان من توی انرژی هستم. من با انرژی کار میکنم، اشکال هندسی رو طراحی میکنم و این کارا رو من همه رو دارم انجام میدم و یه سری چیزایی من میبینم که خیلی اصلا نمیبینن و این تو فرکانس‌های بالا اتفاق میفته، یعنی تو بعد انرژیتیکی، بعد کوانتوم و همه اینها در مورد کوانتومه. پس متوجه شده آقا همه چی انرژیه، انرژی رو میدی انرژی رو میگیری که همین بده بستونه و مادر زمین میگه آقا تو اومدی به طبیعت من، به حیوانات من که دارن اینجا زندگی میکنن آسیب رسوندی، دهنتو سرویس میکنم. یهو میبینی مادر زمین قاطی میکنه، دهنو وا میکنه، میندازه دون تو. حالا به هر نحوی زلزله، سیل و تمام اینا رو میاره تو رو میندازه اون تو. میخوای چیکار کنی؟ تو الان جنگت با مادر زمینه، با مادر زمین نمیتونی در بیفتی. یهو عصبانی بشی یا آتش فشان فعال میکنه، یه شهر رو خاکسترش میکنه میره، یا زمین باز میشه یهو میبینی 50 میلیون آدم یهو میافتن توی اون چاله. اینجوریه. ببین اینجا بدرسونه، اینجا انرژی، اینجا خودخواهی کار نمیکنه. تو اینجا تک زندگی نمیکنی، درختان هستن، حیوانات هستن و موج انرژی از اتفاقی به متفق و از متفقی به اتفاق میفته
و هر چیزی که داری میبینی در تمام این ابعاد و در تمام این کهکشان و در تمام این ستارگان و خود خداوند از انرژی به وجود اومده و همه چیز سیر تکاملیه. هرچی هم میگیم باز شما کار خودتون رو میکنید دیگه، حالا خودتون میدونید دیگه. این زمین، اینم شما، ملیت، قوم، نمیدونم اینا، نمیدونم دین، اینا همش چرت و پرت، اینا همش دروغه، اینا همش بازی دجاله که درست کردن و شما رو اینجا به بردگی گرفتن.